سلام دوست کوچولو، من فانیم. امروز میخوایم بریم کنار یه برکه آروم و قشنگ. اونجا یه ماهی کوچولو داره آروم توی آب شنا میکنه. میشنوی صدای آب رو؟ شش. گوش کن. برکه ساکته و پر از آرامشه. بیا با هم بشینیم و ماهی کوچولو رو تماشا کنیم. نگاه کن، این هم ماهی آروم ماست. دمش رو آروم تکون میده. میره جلو، بعد برمیگرده عقب. میبینی چقدر آرومه؟ بیا با ماهی نفس بکشیم. وقتی میره جلو نفس بکش. 1، 2، 3. وقتی برمیگرده نفس رو بیرون میدیم. 1، 2، 3. آماده ای؟ با هم امتحان کنیم. ماهی میره جلو. نفس بکش. 1، 2، 3. حالا برمیگرده. نفس رو بده بیرون. 1، 2، 3. حالا تصور کن خودت هم یه ماهی آرومی. بدنت سبکه و نرمه. توی آب گرم شناور شده. نفس بکش. 1، 2، 3 و بیرون بده. 1، 2، 3. دقیقاً مثل ماهی آرام، سبک و آزاد. ماهی آرام با دم کوچولوش خداحافظی میکنه. وقت استراحت حالا. میتونی هر وقت خواستی دوباره به این برکه بیای. وقتی که نیاز داری احساس آرامش و شادی کنی. خداحافظ ماهی آروم. خداحافظ دوست کوچولو. یادت باشه همیشه میتونی آروم و نرم نفس بکشی. مثل ماهی آرام.